در رفت برگزاری این جلسه همچنین از جانب برگزار کنندگان این همایش رئیس حزب ممنوع شده تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت شده بود و ما ندانستیم که با کدام غرض سیاسی و ایدئولوژی این راهبری حزب تروریستی ممنوع شده در پهلوی رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در جلسه عمومی جایگزین کرده شدند. ما فکر و اندیشه خود و اعتراض خود را به مسئولین این همایش برگزار شده بیان نمودیم و البته آنها از ما بخشش و پوزش خواستند، ولی کار به جای خود رسید. یعنی منظورتون به جای خود رسید؟ یعنی ما گمان کردیم که ما اصلا از برنامه مکتوب اطلاعاتی این همایش معلوم بود که این یک همایش هست، همایش در مسئله وحدت واقعی جریان‌های مختلف مذهبی در عالم اسلامی به خاطر برطرف نمودن کمبودی‌های جدی که در هماهنگسازی و تفاهم متبادل کشورهای منطقه خاورمیانه وجود دارد، ولی اینجا مسئله تا اندک خصوصیت سیاسی و ایدئولوژیک کسب کرد. مناسبت‌های دوستانه سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی، اقتصادی و حتی در ساحه اینوستیسی و مبلغ گذاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سطح بسیار بلند قرار دارد و ما در چنین عقیده ایم که این گونه به نظر ما رفتارهای نمایشکارانه در جلسه که حضور جناب آقای رئیس جمهور در آنجا پیش بینی شده است به منفعت رشد آینده دوستی دو کشور نخواهد.